روایتگری که راجع به برنامه هسته جمهوری اسلامی میکنند رو شاید 16 تا مؤسسه به صورت فعال تولید محتوا میکنن و خستگی ناپذیر هم کار میکنن. یکی از این مؤسسات مؤسسه ISIS برای حزب شیطان نقش آفرین تمام عیاره. 20 سال این مؤسسه مینویسه بمب گریز هستی. 20 سال می‌نویسه. این مؤسسه‌ای که 20 سال می‌نویسه دو تا برای اولین بار یک حقیقتی رو بیان کرده و افشا کرده. پارسالی رو نوشت این اراده‌ای که اینجا مشاهده میشه اینها دارن سازنده نیروگاه اتمی میشه. یاد اجرایی نیروگاه 25 مگاواتی CSP رو آغاز بفرمایید به برکت. من یه جمله گفتم اونجا. ما امروز به برکت خون شهدا و با توکل بر خدای متعال اراده اونها رو میشکنیم و این نیروگاه رو تمام ایرانی میسازیم. ما نکته‌ای که برامون باز حائز اهمیت بحث آب سنگینه. آب سنگین یک محصول راهبردی است، یک محصولی است که در انحصار ایناست. در حوزه دارو و بخش سلامت و صنعت یک انقلاب عظیمی با این محصولاتی که مشتقات آب سنگینه داره اتفاق میفته. بنابراین اینا نمیخوان این زنجیره ارزش رو که بنای واقعی دانش بنیانیه و اقتصاد دانش بنیان به این سادگی یک کشوری مثل ایران که روی پای خودش نره به دست آورده رو داشته باشه. یا همین نمایشگرها نسل جدید OLED. من الان به شما بگم که کشورهای پیشرفته به ما مراجعه مکرر پرفشار دارن که با ما وارد معامله بشن که از ما OLED بخرن، چون ماده اولیه‌اش از همین آب سنگینه. یه نکته دیگه ای که باز تو بخش سلامته از همین آب سنگین کیت غربالگری نوزادانه که ما تولید کردیم. از این کیت شما اگر با این کیت یک قطره خون نوزاد 3 تا 7 روزه رو آنالیز بکنید 56 نوع بیماری متابولیک این بچه رو این نوزاد رو به شما نشون میده. بنابراین با یک تغذیه ساده، با یک درمان فوری این بچه با این بیماری خداحافظی میکنه، دیگه نمیخواد یک عمر اینا رو بر خودش ببره، هم خودش هم خانواده‌اش هم هزینه‌های بهداشت درمان کشور. رو بحث رادیو داروها، امروز رادیو داروهای ما به لطف الهی جز همون 2 تای اولی الان 79 رادیو دارو ما عرضه میکنیم، تولید و عرضه میکنیم. 79 حدود 1 میلیون نفر در سال از اینا بهره مندن و یکی از افتخاراته که بدونیم که 30 کشور متقاضی محصولات ما هستن و الان 15 کشور میبرن. دیگری که این مرکز ملی یون درمانیه برای درمان سرطانه ظرفیت پذیرش 1200 بیمار در سال رو خواهد داشت. این هم نصبش تقریبا داره تمام میشه. تجهیزاتش یکی از مدرن ترین مراکز یون درمانی جهانه که ما 7مین میشیم در دنیا.